بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم داملا. ملا امامی که جوانان ریشدار را تحقیر میکند، ریشدارها را در معرکه ها سیاه کرده نشان میدهد و خودش ریش ندارد و نماز جماعت ندارد. اسلام چی میگوید؟ این ملا امام نیست دادری از این نام ملا امام حرام بکند. شما وای ملا امام نگید. ملا امامی که جوان ریشدار را تحقیر کند، ملا امامی که ریش ندارد، ملا امامی که جماعت ندارد، این همون گپ بیدل است. از تقاضای زمان و گردش چرخی فلک خوک را گفتم امک، خیرس را گفتم تقای و خوک را گفتم امک. این همون زمانایی است که این خیل امام ها را آوردن در منبرها گذاشتن. این امام هم نیست، این نام ملاگی را حرام میکنن. برادر عزیز و گرامی، برای همین بسیار احتیاط کنیم. برادر عزیز، خدا پرده کنه از اون خیل ملا. ایرا من ملا امامم نمیگم به خدا، ایرا صدقه نام ملا امام میکنم. ملا امام کسی است که منبر پیغمبر ایستاده، او را محراب میگن. اونجا جای محاربه با شیطان است، با گام های شیطان است. تو که کمک شیطان کنی، تو چی نام ملا امامی داری؟ برای همین شما فراموش نکنید. خدا قرآن نمیگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آن چیزی را که پیامبر من آورد بگیرید، از آن چیزی که پیامبر من تان کرد باز ایستید. آیا ریش همه که از سنت های پیامبر است. این را پیامبر آورد. این از همون سنت های حضرت ابراهیم 10 سنتی که و پیامبر ما و شما آمد. حتی حضرت میگوید این سنت های پدر من ابراهیم است. برای همین این چیز برادر عزیز چرخه نشه. بسیار احتیاط کنید. پیامبر گرامی در حدیث مبارک میگفت کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، قیل و من یعبا، قال من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. همه امتی من در جنتند مگر کسانی که خواهان جنت نیستند. پیامبر کیست آن کسی که جنت را نمیخواهد؟ برادر عزیز، اگر در تاجیکستان اعلام کنیم کی جنت نمیرود، من فکر میکنم نفر پیدا نمیشه که باید من جنت نمیرم، من دوزخ میرم. این خیلی آدم یافت نمیشه. پیامبرم پرسیدن کیست آن کسی که جنت نمیخواهد؟ گفت آن کسی که مرا اطاعت کرد، راه مرا راه خودش اختیار کرد و جنت میرود. کسی که ما را گفت اگر اطاعت نکرد، راه ما را راه خودش نساخت، و معنای است که جنت نمیرود. برای این ریش هم از سنت های پیامبر ای داتر عزیز. وقتی تو مبارزه بری به خدا قسم، این همون کار دشمن های خدا ایاکی. برای این ممکن نیست در این خیال آدم از پش از نماز خواندن کسی نماز میخوانی نماز از سر بخوان. این نماز تو نماز هم نمیشود. از پس خود آدم بیریش تمام کتابا مکروه میگن که نماز ثواب ندارد میگن. این صاحبای کتاب گفتن این شریعت من نساختم. در تو میخوایی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. میخوای نام مسلمانی را، میخوای راه اسلام، فقط قانون قرآن است. تعظیم میکنی، سرخم میشه، اجرا میکنی، مرحمت انشاءالله همه همون چیزی که از جایزه و چیزی از خوبیایی که خدا داره برات میتید.